در مورد بحران ایجاد شده بر سر تنش سیاسی میان شیعیان و سنی‌ها چه نظری دارید و چرا آقای هاشمی به اینجا اومده؟ اما مسئله دو لعنه قضایی. مسئله طارق الهاشمی دو جنبه داره. نخست جنبه قضایی و حقوقی اونه که لازم دادگاه تصمیم بگیره و همه به رأی دادگاه احترام بذارن. بعد مسئله جنبه سیاسی اونه. من در حال گفتگو با رئیس جمهور و سایر سران سیاسی کشور هستم تا بعد سیاسی این معضل رو حل و فصل کنیم. چون این چالش سیاسی ساده‌ای نیست و ممکنه پیامدهای اون به زیان همه باشه. به همین دلیل باید راه حلی حکیمانه و سیاسی برای چالش سیاسی میان طارق الهاشمی با دولت مالکی پیدا کرد. طارق الهاشمی به کردستان اومده بود تا با رئیس جمهور تشکیل جلسه بده. سفر هاشمی به کردستان به دلیل فرار اون از بغداد نبوده، بلکه برای دیدار با آقای جلال طالبانی بوده. ولی اکنون که آقای هاشمی اینجاست، همه تلاش میکنیم این بحران رو حل کنیم. اول ادین و همولا که چارەسەری ئەو کێشەیە بکەین. فکر میکنید این بحران سیاسی میان شیعیان و سنی‌ها چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به کجا خواهد رسید؟ والله بی هەوڵ دەین حل ببی اگر باید تلاش کنیم حل شه. در غیر این صورت ممکنه نتیجه بحران به شکاف بزرگ میان شیعیان و سنی‌ها منجر بشه. روشنه که فراکسیون العراقیه عمدتاً سنی‌ها رو نمایندگی میکنه. زمانی که سنی‌ها از پارلمان و از دولت خارج شن، پیامدهایی خواهد داشت که بر اوضاع سراسر عراق تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین این بحران باید حل شه. به موضوع دیگری بپردازیم. نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدند. کارنامه 9 سال فعالیت نظامیان آمریکا در عراق جدید رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ والله خو اصلا بالنسبة لهرم کردستان وضع امنی نقل بر اوی که امریکا کن. امنیت و ثبات اقلیم کردستان عراق نه به دلیل ورود نیروهای آمریکایی، بلکه به دلیل هوشیاری مردم و سیستم امنیتی اینجا بالا بوده. ولی برای عراق خارج از مناطق اقلیم کردستان، حضور نیروهای آمریکایی تأثیر بسزایی داشته. به این مفهوم که اگر مشکلی هم رخ داده به کمک آمریکایی‌ها حل شده. من 5 ماه پیش گفتم که معتقدم حالا زوده که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شن. اگر هم خارج میشن باید تدریجی باشه، نه خروج کامل نیروهای آمریکایی. چون عراقی‌ها هنوز به مرحله‌ای نرسیدن که بتونن بر مشکلات و چالش‌هایی که دارن غلبه کنن. در اون زمان بسیاری از این نظر من گله کردن. ولی اکنون نتیجه خروج نابهنگام نیروهای آمریکایی رو می‌بینید. يعني بصراحة من زور صريحة و بمنتشم لها مشتك. من به صراحت بگم از آمریکا سپاسگزاریم به دلیل تلاشایی که به عمل آورد. اگر آمریکا نبود اکنون مقاماتی که در دولت حاکمند در بغداد نبودند و حکومت صدام ادامه می‌یافت. سرنگونی رژیم بعثی عراق توسط آمریکا قابل ستایشه. ولی پس از سقوط صدام آمریکایی‌ها مرتکب اشتباه بزرگی شدند. از جمله اینکه ارتش رهایی بخش خودشون رو به عنوان ارتش اشغالگر معرفی کردن. سربازان آمریکایی در جایگاه پلیس عراق وارد برخورد با مردم عراق شدند. جایگاه پلیس عراقی گرفته و روزانه لسر جاده‌کان روبروی خلک عراق بودند. و نموی حالای زور گوره بود. هر حالای گوره او بود. لرزگار کرد خوی کرد و داگیر کرد. خود شما هم با مرکز بر سر اداره کرکوک مشکل دارید. به نظر شما مسئله کرکوک چگونه حل میشه؟ خو رگه هیا بود چاره سری و کشه و رگه کش دستوریه. معضل کرکوک راه حل قانونی داره. ما تمام تلاش خودمون رو به کار گرفتیم تا طبق راه حلی که قانون اساسی تعیین کرده مسئله کرکوک حل بشه. ما به قانون پایبندیم و امکان هیچ گونه سازشی در مسئله کرکوک وجود نداره. تاکنون دولت مرکزی برای راه حل مسئله کرکوک سهل‌انگاری زیادی داشته. معضل کرکوک با گذشت زمان حل نمیشه و معتقدم هر چه سریعتر حل شه به نفع عراق و همه طرفاست. خب اگه مسئله کرکوک از طریق قانونی حل نشد چه کار خواهید کرد؟ ما پارلمانی هرم کردستان مثلا که عرضی پارلمان دکری استفتاء دکری نو ملتی کرد ما چبکی. در آن صورت دعوای کرکوک به پارلمان کردستان ارجاع داده میشه و در میان مردم کرد همه پرسی میکنیم که چه باید کرد. هر تصمیمی مردم گرفتن ما پایبند اون خواهیم بود. مسئله ما فقط کرکوک نیست. مسئله ماده 140 قانون اساسیه که شامل مناطق دیگری هم میشه. هیچ کسی حق نداره شیوه معینی رو برای اداره کرکوک تحمیل کنه. مردم کرکوک خودشون تصمیم گیرنده خواهند بود. راه حل معضل کرکوک از این قراره که پس از بررسی اوضاع سرشماری انجام بشه و سپس رفراندوم برگزار بشه. در آن زمان اگر مردم کرکوک تصمیم گرفتن بخشی از اقلیم کردستان باشن، تکلیف روشن.
اگر نخواستند تصمیم با خود اونهاست و این مسئولیت تاریخی بر دوش ما نخواهد. جبهه ترکمن و غیره میتونن نظر خودشون رو ابراز کنن، ولی اگر اکثریت مردم خواستن اونها نمیتونن مانع بشن. درباره پژاک و پکاکا چه نظری دارید؟ آیا توانستید تنش‌های مرزی خود را با ایران و ترکیه حل کنید؟ درباره ام مسئله با شیوهی گشتی من دم رای خوب در ببرم. در این رابطه میخوام نظر کلی خودمو بگم. ما به عنوان کردها در گذشته ناچار بودیم با سلاح از خود دفاع کنیم، چون راه حل دیگه‌ای نداشتیم و جهان نسبت به مسئله ما سهل‌انگاری میکرد. مردم ما شیمیایی و کشتار دست جمعی میشدن، روستاهامون رو تخریب میکردن و هیچ کس واکنشی نشون نمیداد. ولی الان جهان تغییر کرده و زمان به کارگیری سلاح و راه حل نظامی به سر رسیده. است زمانی چک نیه، زمانی منطقه. اکنون زمان منطق و به کارگیری روش‌های مسالمت جویانه و دموکراتیک برای حل اختلافه. زمانی که شما فرصت داشته باشین در پارلمان مسئله خودتون رو مطرح کنید، هیچ توجیهی نداره که شیوه مبارزه مسلحانه رو به کار بگیرید. به همین دلیل اساساً مخالفم که کردها از این پس به سلاح و مبارزه مسلحانه روی بیارن. در رابطه با مشکلات در مرزها و حملات ایران و ترکیه باید بگم این برای ما ناخوشاینده. برخی اوقات نیروهای پژاک و پکاکا از مناطق کوهستانی به نیروهای ایران یا ترکیه حمله میکنن. ایران و ترکیه هم میگن ما مشکلی با شما نداریم، ولی این گروه ها از خاک اقلیم کردستان به ما حمله میکنن. یا باید شما اونها رو منع کنید یا اینکه ما از خودمون دفاع میکنیم. به این گروه های کرد میگیم شرایط اقلیم کردستان رو رعایت کنن. برخی اوقات درخواست ما رو میپذیرن، برخی اوقات هم نمیپذیرن. چنین وضعیتی که به مسئله کردها زیان بزرگی میرسونه ممکن نیست تا ابد ادامه داشته باشه. به همین دلیل ما تمام کوشش خودمون رو به کار گرفتیم تا این مسئله از طریق صلح‌جویانه حل بشه. خوشبختانه اکنون با ایران به توافق رسیدیم و مرزهای ما با ایران آرام شده. در تلاش هستیم که پکاکا هم از جنگ دوری کنه و در پارلمان ترکیه خواستها و مسئله خودش رو مطرح کنه. پکاکا میتونه تظاهرات به راه بندازه، در اروپا فعالیت کنه یا اینجا فعالیت سیاسی داشته باشه. چون دوره مبارزه مسلحانه به سر رسیده و جهان هم از اون حمایت نمیکنه. بلام خباتی چکداری باوینه ما و دنیاش لگدینیه. اما رأی. آیا شما هم با ایران مشکل و معضلی دارید؟ سنی ها میگن ایران در امور داخلی عراق دخالت میکنه. نظر شما چیه؟ پیشی سفر ممکنه اوشتانه هبوبی، بس من نمیستو با دوی سفرم. کمتر از 2 ماه پیش به ایران سفر کردم. معتقدم دیدار موفقیت آمیزی داشتم. پیش از این سفر ممکنه مشکلاتی با ایران بوده باشه. همه میدونن من فردی هستم که خواست و اراده مردمم رو عملی میکنم. وابسته به هیچ طرفی نیستم و خودم رو دوست همه میدونم. ولی در تصمیم گیری مستقل هستم و اجازه نمیدم هیچ طرفی، نه ایران و نه آمریکا، به جای کردها تصمیم گیری کنه. نه ایران، نه امریکا، نه هیچ دولتی دیگر لجاتی ملتی کرد بریارد. والله از این چونه بداخواه، یعنی سیاسیکانی عراق. متاسفانه مسئولین سنی عراقی ایران رو متهم میکنن. شیعیان ترکیه و کشورهای عربی رو به دخالت در امور داخلی عراق متهم میکنن. سوال من اینه: چرا شما اجازه میدین ایران، ترکیه، عربستان، آمریکا یا هر کشور دیگه‌ای در امور داخلیتون دخالت کنه؟ این انتقاد متوجه مسئولین دولت مرکزیه. در سوریه و در همسایگی شما قیام مردمی در جریان. دولت بشار اسد به شدت مخالفین رو سرکوب میکنه. دولت مرکزی برخلاف کشورهای عربی از مردم سوریه حمایت نمیکنه. نظر شما درباره سوریه چیه؟ والله من رای خوم هیا و حلوستی خومان هیا. ما موضع‌گیری خودمون رو داریم. از دید من مسئله اساسی نه بشار اسده و نه اپوزیسیون سوریه، بلکه سیستم دموکراسی در سوریه اهمیت داره. سیستمی که در اون حق و حقوق اقلیت 2 میلیونی کردها تضمین بشه. اگر بشار اسد به حقوق کردها اعتراف کنه، موضع‌گیری ما فرق میکنه. اگر اپوزیسیون هم حقوق دموکراتیک کردها رو به رسمیت بشناسه، موضع‌گیری دیگری خواهیم داشت. متاسفانه تاکنون هیچ یک از طرف‌ها حقوق کردها رو به رسمیت نشناختن. و دا خوات تا است هر دولاشیان این کاری وجودی کرده، یعنی این کاری وجودی حقی کردش لکن. در کردستان عراق اسلامگرایان در حال گسترش هستند. چند روز پیش به چند مشروب فروشی در شهر زاخو زیان رساندند. فکر نمی کنید در مقابله با اسلامگرایان تندرو کرد کوتاهی شده؟ والله ایما یکک لو پشتانه که ایما زور
پی سربرزین و شانازی پیوە دەکەین ئەو فەرهەنگی پێکەوە ژیانی نەتەوەی ئاینی مەذهبیە لە کوردستان. یکی از افتخارات تاریخی ما در کردستان فرهنگ زندگی و همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب. این فرهنگ زیربنایی کردی باید حفظ بشه. درسته. متاسفانه در این اواخر خشونت طلبی‌هایی از جانب برخی از احزاب و روحانیون مذهبی دیده شده. بخش زیادی از کردها معتقد و مسلمان هستند، ولی مسلمانانی که به حقوق دیگران احترام می‌گذارند و همزیستی با پیروان سایر ادیان رو می‌پذیرند، نه اسلامگرایانی که هیچ بینش و گرایشی رو غیر از خودشون نمی‌پذیرند. ما تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدیم اسلام افراطی و بنیادگرا در کردستان شکل بگیره. یعنی ئەم بدعایە ئێستا بۆ ئێمە دەردێنێ ئێمە نایڵین لە کوردستان سەر هەڵدات. سپاس باشە شتانە هەر ئەمە ئەوەی ئێستا هەیە.